در چرابینی مذکور اهل ادب، محققان، نمایندگان از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان همزمان پیوندان شادروان اشتراک داشتند. اشتراکداران ضمن برآمد خویش قید نمودند که سفر محمد ایوبی یکی از چهره‌های برجسته ادبیات تاجیک به شمار می‌رود که با زبان ساده، اندیشه عمیق و روحیه بلند وطن دوستانه در شعر معاصر مقام خاصه را کسب نموده است. آثار او سرشار از محبت به انسان، وطن، ارزش‌های ملی و اخلاقی میباشد. قید کردن به مورد است که مفصوف 20 دکبر سال 1945 در شهر کولاب تولد یافته. در همانجا سال 1976 دانشکده دولتی آموزگاری به نام ابوعبدالله رودکی را به اتمام رسانیده است. نخستین شعرهای او از اول سالهای 70 عصر گذشته در روزنامه و مجله‌های صدای شهر، پامیر، معارف و مدنیت، تاجیکستان سوویتی، ادبیات و صنعت و دیگر رسانه‌های خبری و ادبی منتشر گردیدند. درام‌هایی که استاد ایوبی نوشتند بسیارشان در تاریخ دراماتورگ ملت همچون اثرهای بسیار ماندگار، از جمله همین دو درامای بزرگ اونا، یکیش درامای اسماعیل سامانی، یکیش درامای ملت، که در هر دوی همین ما در او اول اگر ما همو شکوه و احیای دولتداری ملی را با ریشه هاش بینیم، در این درامای ملت شکوه ملت و روند وحدت و احیای ملی را. بنابراین دراما و در این زمان ایوبی همچون منقید، ایوبی همچون هنرمند، همچون سرودنویس و استاد ایوبی در این زمان در تمام همین مرحله از جوانی تا امروز با شعر پیوست بودند و برای ما مثلا همچون ادیبان استاد ایوبی پیش از همه شاعر، شخصی بدگفتار را زخمی زبانش میکشد. این شعرها را ما از ایوبی به واسطه همین استادان هنر یاد گرفتیم. بنابراین ایوبی همین گونه شخصیتی دارای مقیاس کلان هست. و یک چیز دیگر را فراموش نکنیم که علاوه بر او ایجادی که داشتن، استاد ایوبی در عملیه هم خدمت‌های زیاد کردن. مؤلف مجموعه‌های گل گندم، راه سفید، شاخه برق، فلک روغی، داستان‌های خواهش دریا، منظم، وفای زروبی، مثنوی میری، شهریارنامه و غیره میباشد. ضمن چاره‌بینی شاعران و ادبیات شناسان دایر به ویژگی‌های اسلوب، زبان و محتوای آثار او معروضه‌ها ارائه نمودند. گفته شد که سفر محمد ایوبی در رونق دراماتورگی ملی، خصوصا درامای منظوم، در ادبیات معاصر تاجیک تحول به عمل آورد و مکتب نیز سازمان داد. او قریب 200 اثر دراموی ایجاد کرد که بیش از 40 تایش در صحنه تئاترهای جمهوری و بیرون از آن نمایش داده شدند و چندان مراتب درامهایش غالب آزمون‌های درامانویسان گردیدند. بزرگداشت چنین شخصیت‌های برجسته نشانه احترام به تاریخ و خودشناسی ملی ارزیابی می‌گردد. چنین چرابینی‌ها نه تنها خاطره بزرگان را زنده می‌دارند، بلکه برای رشد تفکر ادبی و فرهنگی جامعه نیز زمینه می‌گذارند. در فرجام چرابینی برنامه رنگین فرهنگی برگزار شد که خاطر اهل تالو را شاد گردانید.